لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. ولاگ امروزمون از تیار کردن خوراک ابد سر میکنیم. امروزه خوراکمون میشه ماکارون در آب جوشاندگی، بعدن کتلت. در کتلت من انمی محصولات در کار دوستان عزیز. فرش، کمتر پیاز از تیار کمی براریم، یک دو دانه چسناک، زیلین، بعدن کمتر خلیب در آب تر میکنیم. خلیب میاندازیم، نمک میکنیم، کمتر موچ خوشرو کرده ارالشون میکنیم و بعدن میپزیم دوستان عزیز. ماکارون مون باشه در آب میجوشونیم. بعد که تیار شد ماکارون از آب میگیریم و آبی خنک دا میشویم، کمتر روغنش میکنیم و تمام. همین خیلی ولاگ تا آخرش تماشا کنین. تماشا بینین عزیز، دستگیری فراموش نکنین. خوراکی ما تیار شد. آن همین خیلی آمد با ما اشتیای طعام قدم خورده به ویو هم اشتیای طعام. ولاگ امروز را ده میجه با آخر میرسونیم. از همه گید می ندارم برای دستگیری ها، برای سخنهای خوب شما هستین که کانال ما پیش میرود. خیر در پناه خدا باشین مردم خوب مسلمانی روی دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیت نگهبان